اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه می گوید بر اساس حسن تعامل و توافق خاص با دولت کویت 3 زندانی افغان از زندان این کشور آزاد و با کمک پلیس اینترپل به کشور فرستاده شدند. مسئولین اداره ملی استاندارد در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند عواید اداره ملی استاندارد 5 برابر افزایش یافته است. همچنین در یک سال گذشته 2 میلیارد و 200 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. ریاست عمومی استخبارات می گوید منصوبین ریاست استخبارات ولایت پنجشیر و خوست در ولسوالی‌های مختلف آن ولایات عملیات را انجام دادند که در نتیجه آن سلاح و مهمات زیاد از جمله 190 فیر مرمی راکت و سایر مهمات دیگر که به طور غیر قانونی نگهداری میشد کشف و به دست آوردند. زمین‌های وقفی افغانستان در مکه مکرمه و جده که تحت حاکمیت حاکمان مختلف افغانستان گرفته شده بود بازگردانده می شود. در خبرنامه‌ای که از سوی وزارت ارشاد، حج و اوقاف منتشر شده بیان شده است که پس از استرداد این زمین اقامتگاه دائمی برای حجاج افغانستان ایجاد خواهند کرد. یک کارخانه لبنیات در شهرک صنعتی هرات روزانه 100 تن شیر تازه، ماست، پنیر و سایر محصولات لبنیات را تولید می کند. وزارت دفاع ملی می گوید در نتیجه تلاش های مستمر تیم فنی و مسلکی نیروهای هوایی یک پرون هلیکوپتر MI-17 و یک پرون هلیکوپتر MI-35 روسی ترمیم و آماده پرواز شده است. این وزارت می افزاید که 75 هلیکوپتر و طیاره برای پرواز ترمیم و آماده شده است. تمایل به سرمایه گذاری با حاکمیت امارت اسلامی افزایش یافته است. مسئولین یک فابریکه در ننگرهار می گویند 1 میلیون دلار در تولید بوجه های پلاستیکی سرمایه گذاری کرده اند و برای حدود 150 تن زمینه کار را مساعد کرده است.